مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية. صدق الله العظیم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، همه علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون شخصیت سیدنا ابوبکر الصدیق و سایه سیدنا ابوبکر الصدیق و خلاصه ای شخصیت والا و بالا که در حقیقت کل نفس ذائقة الموت، باید هر انسان مرگ را بچشد. سیدنا ابوبکر الصدیق هم اشاره کردیم که بعد از خود سیدنا عمر فاروق را انتخاب کردند و آن هم به مشوره صحابه، به خاطر اینکه بزرگان صحابه گفتن به این نتیجه رسیدیم که خود شما مسئول بعد از خود را تعیین کنید. خلاصه از زندگی سیدنا ابوبکر الصدیق، تاریخ تولد سیدنا ابوبکر الصدیق در سال سوم عام الفیل، سال 573 میلادی. سیدنا ابوبکر الصدیق قبل از بعثت دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از بعثت دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم و حامی و پشتیبان رسول الله صلی الله علیه و سلم، در وقت هجرت یار و غار رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم، و خلاصه مدت 2 سال و 4 ماه خلافت سیدنا ابوبکر الصدیق و بعداً به عمر 63 سالگی در روز دوشنبه شب سهشنبه 22 جمادی الثانی به لقاء الله پیوستند. نماز جنازه سیدنا ابوبکر الصدیق را سیدنا عمر فاروق میخوانند و در کنار رفیق و دوست و یار خود دفن میشوند، در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. در فوت سیدنا ابوبکر الصدیق مدینه باز همان حال و احوال و همان فضای غم و اندوهی که بعد از فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایجاد شده بود، او وضعیت و او غم و اندور با خود نداشت بعد از فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایجاد شد به فوت سیدنا ابوبکر الصدیق. یعنی بار دیگر صحابه به زانوی غم نشستن، صحابه و بالاخره متوجه شدن که یار غار رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن. خصوصا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، سیدنا حضرت علی
هنگامی که به خانه حضرت ابوبکر صدیق آمدن، آن هنگامی که به طرف خانه حضرت ابوبکر صدیق روان بودن، کلمه استرجاع را به زبان می آوردن و شتابان می آمدن و می گفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. و زمانی که حضرت ابوبکر صدیق را، وقتی که حضرت علی وارد خانه سیدنا ابوبکر صدیق شدن و حضرت ابوبکر صدیق را دیدن که جنازه مبارک گذاشته هست و روی مبارک پوشیده هست، سیدنا علی ابن ابی طالب آمدن و با چشمان پر از اشک و گریان و بعداً چنین فرمودن ای ابوبکر، خدا تو را بیامرزد. چه خوب است که نکات و حرفهای که سیدنا علی ابن ابی طالب به فوت سیدنا ابوبکر صدیق اشاره کردن، به طور خلاصه و فشرده از روی کتاب این جملات را بیان کنیم که حضرت ابوبکر صدیق وقتی که از دنیا رفتن، سیدنا علی ابن ابی طالب چی زیبا فرمودن ای ابوبکر، خدا تو را بیامرزد، تو رفیق و مونس رسول خدا بودی، تو دل آرام و مورد اعتماد رسول خدا بودی. آن حضرت صلی الله علیه و سلم رازش را با تو در میان میگذاشت و از تو نظر میخواست. از همه عزیزان میخوام که با این نکات و این کلمات ظریف و دقیق و محبت آمیز علی ابن ابی طالب به سیدنا ابوبکر صدیق با دقت کامل متوجه باشند. سیدنا علی ابن ابی طالب میفرماید تو خالصانه تر و پیش از همه مسلمان شدی و ایمان و یقینت از همه محکم تر بود. سبحان الله، چی محبتی، چی دوستی بین سیدنا علی ابن ابی طالب و بین سیدنا ابوبکر صدیق هست. و بعد میفرمایند بیش از همه خدا ترس و دیندار بودی، تو بیشتر و بهتر از همه رسول خدا را همراهی کردی و به خاطر اسلام سختی های زیادی کشیدی. مناقب و فضائل تو از همه بیشتر است و جایگاهت رفیع و والا از همگان. راه و روش تو از راهها و شیوه های دیگر مسلمانان همانندی و شباهت بیشتری به رهنمودهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارد و منزلت و مقامت در پیش رسول خدا از همه فراتر بود. خدای تعالی به تو پاداش نیکی از طرف رسول خدا و اسلام عنایت کند، چرا که تو در زمان رسول خدا، در زمانی که رسول خدا را تصدیق کردی که مردم تکذیبش میکردن. الله اکبر. علی ابن ابی طالب میگه این مقام توست، لحظه ای که رسول الله را دیگران تکذیب میکردن تو تصدیقش کردی و برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم به منزله گوش و دیده بودی. الله تعالی تو را در قرآن صدیق و راستگو نامیده و فرموده والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. تو در آن زمان که مردم بخل ورزیدن، رسول خدا را با اموالت یاری رساندی و بدانگاه که مردم از یاری او خودداری کرده و نشستن، تو به همراه آن حضرت صلی الله علیه و سلم در برابر سختی ها استادی و در شرایط سخت به بهترین شکل او را همراهی نمودی. تو در سفر هجرت با رسول خدا صلی الله علیه و سلم همراه شدی و آنگاه که در غار بودی سکینه و آرامش نازل شد.
تو جانشین خوبی. سبحان الله. ببین سخن علی ابن ابی طالب را، ببین سخن شیر خدا را، ببین سخن شخصیتی که الله سبحانه و تعالی جایگاه و مقام خاصی به او عطا فرموده. ببین که چه زیبا در برابر سیدنا ابوبکر صدیق میگوید و اشاره میفرماید تو جانشین خوبی برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم در دفاع از دین و رسیدگی به امور امت بودی و هنگام ارتداد و از دین برگشتن مردم به بهترین شکل خلافت کردی و به طوری امور را سر و سامان دادی که خلیفه و جانشین هیچ پیامبری چنان عمل کرده نداشته است. زمانی که صحابه سستی کردند تو به پا خاستی و به هنگام سستی و ضعفشان قوی و قدرتمند ظاهر شدی و راه رسول خدا را محکم و استوار پیمودی. تو همان گونه که رسول خدا دربارت فرمودن از لحاظ جسمی نحیف و لاغر بودی و در امور دین قوی و استوار، تو در نگاه خود کوچک بودی و فروتنی می‌ورزیدی، اما نزد خدا و در چشم مردم بزرگ و قابل احترام بودی. نه تو از کسی عیب جویی می‌کردی و نه در تو برای دیگران جای طعن و عیب جویی بود. هیچ مخلوقی نزد تو خار و زبون نبود. انسان ضعیف و حق باخته را گرامی می داشتی و حقش را ستانده به او باز پس می دادی. هر دور و نزدیک در چشم تو یکسان بود. کسی به تو نزدیکتر بود که بیش از دیگران فرمان بردارتر و متقیتر بود. یکسان بود کسی که به نزد تو در چشم تو یکسان بود، کسی که به تو نزدیکتر بود که بیش از دیگران فرمان بردارتر و متقیتر بود. حال و وضع تو حقیقت، صداقت و مهرورزی بود. گفتارت، الله اکبر. یک لحظه با این سخنان سیدنا ابوبکر صدیق سبحان الله که اشاره می‌فرمایند گفتارت آهکنده از دانش و دور اندیشی و کردارت مملو از صبر، استواری و نظم بود. اندیشه استوار و آگاهی داشتی. دین و ایمان به وسیله تو قوت و نیرو یافت. بدین ترتیب دین خدا نمایان شد و پیروز گشت. به خدا سوگند که تو از همگان پیشی گرفتی، آنچنان که کارنامه درخشانی از خود باقی گذاشتی که جانشینان پس از خود را در زحمت و مشقت انداختی. زهد و تقوا و پرهیزگاری سیدنا ابوبکر صدیق را بیان میکنه که خلیفه های بعد از خود را متوجه کردی و به خیر و نیکی آشکار دست یافتی. همه از خدایم و به سوی او باز میگردیم. به قضای الهی راضی هستیم و کارمان را به او واگذار میکنیم. به خدا سوگند که مسلمانان پس از رسول خدا کسی چون تو را نمییابند. الله اکبر. این نکته عزیزان متوجه باشید. علی ابن ابی طالب چی زیبا میفرماید؟ به خدا سوگند که مسلمانان پس از رسول خدا کسی چون تو را نمییابند، که تو مایه عزت دین بودی و برای اسلام حکم سنگر و پناهگاه را داشتی. اینک که خداوند متعال تو را به پیامبرش ملحق کرده، از او میخواهیم که ما را از خیر و نیکیهایت محروم نکنه و ما را پس از تو از ضلالت و گمراهی مسون بداره. مردم ساکت بودن. وقتی علی ابن ابی طالب این سخنان به زبانشان جاری میشد، مردم ساکت بودن و به سخنان علی مرتضی رضی الله عنه گوش میدادند تا اینکه سخنانش تمام شد و صدای گریه برخاست و به علی ابن ابی طالب گفتن راست گفتی. صحابه که در اونجا ایستاده بودن هر کدام گریه میکردن و میگفتن علی مرتضی راست میگوید. پس بناهن ببینید این جایگاه و این نعمتی که
واقعا این محبتی که الله سبحانه و تعالی بین علی بن ابی طالب و بین سیدنا ابوبکر صدیق و سایر الصحابه، این محبت بین صحابه و اهل بیت بوده، امروز دشمنان اسلام آمدن بین الصحابه و اهل بیت خلاصه فاصله ایجاد میکنن. نمیشود با این الفاظ اشخاصی که بخوان بین الصحابه و اهل بیت فاصله ایجاد کنن نمیتوانن، چون الله سبحانه و تعالی بین اصحاب رسول خدا و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنان محبتی گذاشته بود و چنان محبتی بود که این با حرف این و اون فاصله نمی آید. در روایت دیگر آمده است پس از آن که ابوبکر صدیق را کفن کردن، علی رضی الله عنه کنار جنازه ابوبکر صدیق رفت و فرمود کسی نزد من دوست داشتنی تر از ابوبکر که اینک در کفن پیچیده شده نبود. الله اکبر. ببینید سیدنا علی ابن ابی طالب استاده می شود میگوید چنان محبتی بین من و ابوبکر بوده که دیگه کسی نیست. میفرماید کسی نزد من دوست داشتنی تر از ابوبکر که اینک در کفن پیچیده شده نبود. هیچ کس نمی توانست همانند ابوبکر درباره خدا از قرآن سخنرانی کند. ببینید عزیزان من، این سخنان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در هنگامی که سیدنا علی ابن ابی طالب میآیند به خانه سیدنا ابوبکر صدیق و استاده میشن بلند سر جنازه سیدنا ابوبکر صدیق و یه حرفها را بیان میکنن که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که بخوانیم، مطالعه کنیم، تحقیق کنیم و ببینیم که این چی محبتی بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده است. علی ابن ابی طالب گریه می کند و این حرفها را می گوید. شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق را ما نمی توانیم خلاصه ما بیان کنیم، عاجزیم. شخصیتی که الله سبحانه و تعالی وصفش را در قرآن، رسول الله صلی الله علیه و سلم وصفش را در احادیث بیان میکنه، ما چگونه با این علم اندک و قاصر و با این زبان لکنه‌دار ما بیاییم بحث داشته باشیم از این خورشید تابان و از این اسوه تقوا و عدالت، اسوه شجاعت و دلیری. پس بناهن الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که این شخصیت ها را بشناسیم. ارتباط به که در قسمت اخیر برنامه شناخت صدیق اکبر قرار داریم، ادامه برنامه را بعد از یک میان برنامه انشاءالله در خدمت خواهیم بود. تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اگر پیامبر را یاری نکنید در حقیقت الله او را یاری کرد. آنگاه که کافران در حالی که یکی از دو تن بود از مکه بیرونش کردند، هنگامی که آن دو یعنی رسول الله و ابوبکر صدیق در غار بودند. آنگاه که پیامبر خطاب به رفیقش ابوبکر می فرمود اندوهگین مباش، بیگمان الله با ماست. درود و سلام بر ابوبکر صدیق یار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سفر سرنوشت ساز هجرت. سلام مجدد خدمت همه عزیزان و علاقمندان برنامه الگوهای هدایت. پیرامون سخنان ارزشمند و زیبایی که سیدنا علی ابن ابی طالب در قبال
سیدنا ابوبکر صدیق اشاره فرمودن شنیدیم و دانستیم که بین علی بن ابی طالب و بین سیدنا ابوبکر صدیق طوری که امروز دشمنان اسلام وانمود میکنن هیچ مشکلی نبوده، فقط چیزی که بوده محبت و صمیمیت و دوستی. بناهن چندین جلسه هست، چندین قسمت هست که پیرامون شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق اشاره کردیم ولی چیزی نگفتیم. اگر کل این برنامه ها را بشنوید از عدالت سیدنا ابوبکر صدیق ما مفصل صحبت نکردیم، از زهد و تقوا و پرهیزگاری سیدنا ابوبکر صدیق مفصل صحبت نشده، از آن زحمات و مشکلات و مشقت هایی که سیدنا ابوبکر صدیق و از آن ایثار و فداکاری های سیدنا ابوبکر صدیق ما مفصل چیزی نگفتیم. فقط کل این که 24 قسمت ارتباط به از این الگوهای هدایت ارتباط به سیدنا ابوبکر صدیق گرفته، فقط ما شمه و قطره گرفتیم و بیان کردیم. از فتوحات سیدنا ابوبکر صدیق فقط فهرستوار گفتیم، فقط گفتیم که شام و عراق و زمین سازی در روم و فارس بوده. ولی اگر بخوایم ما ارتباط به شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق مفصل صحبت کنیم، مگر سالها اختصاص بدیم به این شخصیت والا و بالا. به طور خلاصه و فشرده زندگی پر افتخار شخصیتی که افضل الخلق بعد النبیین والمرسلین، افضل الخلق بعد النبیین والمرسلین، اعظم الخلق بعد الانبیاء. سبحان الله. دوست پیامبر قبل از بعثت و بعد از بعثت. کسی که سبحان الله در دوران جاهلیت شراب ننوشید، در دوران جاهلیت بت سجده نکرد، در دوران جاهلیت کار فحشی از او سر نزد، این سیدنا ابوبکر صدیق هست. شخصیت والا و بالا. به طور خلاصه چون آخرین قسمت قرار داریم ارتباط به شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق. سیدنا ابوبکر صدیق کی هست؟ کیست؟ اولین مسلمان از مردان سیدنا ابوبکر صدیق، اولین تصدیق کننده شب معراج سیدنا ابوبکر صدیق، اولین خطیبی که مردم را برای حق دعوت میکنه بعد از نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق، اولین کسی که از پیامبر دفاع کرد سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که در راه الله شکنجه شد سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که کل سرمایه خود را در راه الله سبحانه و تعالی ایثار کرد سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که جانشین رسول خدا قرار گرفت سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم به صحابه امامت داد سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که به محراب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از رسول الله قرار گرفت سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که خود را در احد بعد از اینکه تفرقه و پراکندگی به امت اسلامی و لشکر اسلامی و صحابه پیدا شد خود را به رسول الله رساند سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که قرآن را جمع‌آوری کرد سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که به تمام غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم همرکاب با رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که بعد از فوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تسلی بخش به امت اسلامی شد سیدنا ابوبکر صدیق،
اولین کسی که گفت اینقص الدین و انا حی سیدنا ابوبکر صدیق، آیا در دین نقصی بیاید و من زنده باشم؟ این را اولین کسی که گفت سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که سبحان الله، اینها هم مقام اولیت هست، اینها هم مقام و شایستگی کسی است که این مقام ها را گرفته، اول شده، سیدنا ابوبکر صدیق هست. اگر بگوییم اولین اولین اولین، در عرصه های مختلف قدم اول و گام اول سیدنا ابوبکر صدیق میگذارند. اما به این که سخن را جمع کنیم، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از قبر برمیخیزند، هنگامی که از قبر برمیخیزند در حشر، بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین کسی که برمیخیزه و به صحرای محشر میآیه سیدنا ابوبکر صدیق، به دست راست رسول الله سیدنا ابوبکر صدیق و به دست چپنا سیدنا عمر فاروق از قبر برمیخیزند، طرف صحرای محشر میآیند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین کسی ان که وارد بهشت میشوند. وقتی گفته شد یا رسول الله اولین کسی که وارد بهشت شود چی کسی هست؟ اشاره کردن به خود، یعنی اولین کسی که وارد بهشت می شود رسول الله صلی الله علیه و سلم. سیدنا ابوبکر صدیق میگوید یا رسول الله از امت شما چی کسی اولین به بهشت داخل می شود، اول از همه وارد بهشت می شود؟ رسول الله فرمودن اولین کسی که از امت من وارد بهشت می شود او ابوبکر صدیق هست. الله اکبر. این امتیاز، این فضائل، این جایگاه کیست؟ سیدنا ابوبکر صدیق هست. الله تعریف ابوبکر را دارد، رسول الله تعریف ابوبکر را می نماید، صحابه تعریف ابوبکر را دارند، تا به قام قیامت وصف سیدنا ابوبکر صدیق هست. بعد از این برنامه ان شاء الله شخصیت دوم که بعد از انبیاء علیهم السلام که نمره دوم قرار هست و در درجه دوم قرار دارد به نزد الله سبحانه و تعالی، چون بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر، بعد از ابوبکر سیدنا عمر بن الخطاب هست که ان شاء الله ارتباط به شناخت فاروق اعظم از جلسه بعدی شروع میکنیم ان شاء الله، تا اینکه حضرت عمر را بشناسید، فاروق اعظم را بشناسید. ولی توصیه‌ای که به شما عزیزان در ختم این جلسه دارم این است که امروز الحمدلله سیره خلفاء الراشدین، سیره اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم با زبانهای مختلف خلاصه ترجمه شده. چی به زبان فارسی هست، چی به زبان پشتو هست، چی به زبان اردو هست، به زبان انگلیسی هست، با زبانهای مختلف. خلاصه بروید به سراغ سیره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، بروید تا اینکه بشناسید این شاگردان مکتب رسالت و این شاگردان مکتب نبوت را. الله سبحانه و تعالی ما را پیرو واقعی نبی کریم صلی الله علیه و سلم و پیرو واقعی اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم و پیرو واقعی اهل بیت نبی کریم صلی الله علیه و سلم بگرداند. الله ما را عامل به کتاب الله و سنت رسول الله داشته باشد. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که از وصایای سیدنا ابوبکر صدیق، از درس هایی که در این برنامه ها خلاصه گرفتیم، اونها را جامع عمل بپوشانیم تا اینکه سرفراز بشیم، سربلند دنیا و آخرت بشیم. چون زندگی در پرتو صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم این زندگی تعالی و ترقی هست. هر قدر از این که هر کدام اینها خورشید هستند، هر کدام اینها چراغهای روشن هستند، هر قدر ما از اینها دور بشیم، از قرآن و سنت رسول الله دور بشیم، در حقیقت به تاریکی می رویم و تاریکی گمراهی هست و تاریکی لجنزار هاست
و انسانها در لجنزارها میماند. فقط میخواهید راه فوز و فلاح و رستگاری را مطالعه کنید، سیره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را، سیره بزرگان دین را و سیرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را و خلاصه بشناسید که ابوبکر صدیق کی بود، بفهمید که چه کار کرد که به نزد خدا اینقدر قرب و منزلت پیدا کرد و این عظمت و این جایگاه پیدا کرد. فقط همه این مقام سیدنا ابوبکر صدیق از یک چیز به دست آورد، اولا اخلاص در هر کاری که میکرد. اگر خدمتی به دین، به رسول الله، به اسلام، به قرآن، به تمام عرصه ها داشت، ابتغاء وجه الله، طلب میکرد و جستجو میکرد رضایت الله را. هر کاری که انجام میدهید رضایت الله را مد نظر داشته باش، یقینا انشاءالله به نزد الله سبحانه و تعالی قرب و منزلت پیدا میکنی. تا برنامه بعدی که وصف و یا اوصاف و یا شناخت خلیفه دوم اسلام هست، شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. در این قسمت ها آنچه که گفتم اگر موافق شرع بود، از کتاب الله، سنت رسول الله و اینها، آنچه که گفتم به خاطر الله سبحانه و تعالی گفتم و رضایت الله سبحانه و تعالی گفتم. آنچه که از کتاب خدا و سنت رسول الله گفتم، آنها یقینا و بدون شک چیز واضح و مسلم است. و اگر اون چیزی که از هوای نفس گفته باشم، الله سبحانه و تعالی مرا ببخشد و مرا عفو کند. و اگر نتوانستم به او طوری که لیاقت و شایستگی سیدنا ابوبکر صدیق بود حق او را ادا کنم، من از الله سبحانه و تعالی طلب عفو می کنم. شخصیتی که الله وصف او را کرده، رسول الله وصف او را کرده، من شاید خیلی کوتاهی کرده باشم. خداوند جل جلاله بر ما توفیق بده که حق بزرگان را ادا کنیم. حق اینها چگونه ادا می شود؟ تا اینکه راه اونها را تعقیب نموده و راه اونها و اعمال اونها را، اقوال اونها را، کردار اونها را برای خود اسوه قرار بدیم. الله تعالی ما را پیرو واقعی سیدنا ابوبکر صدیق داشته باشد. خداوند روحش را شاد داشته باشه. قبرش روضة من ریاض الجنه هست. الله سبحانه و تعالی نعمات خود را، فضل خود را بر او بیشتر و بیشترتر بگرداند و در صحرای محشر در کنار اصحاب رسول الله ما را محشور بدارد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي